با همه شما درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، قدر از پلیس رو میشنوید و روز بخیر و شادی باشد. ساعت دومی شو برنامه پرواز است و مهمانی ما علاقه شما آگاه هستید. بانوی خوش صدا، آنه که دائما در جوش و خروش است، آنه که قلبی خوش، زیبا و مهربان دارد، دائما در تبسم است. شهلا حفیظ و استقبال میگیریم دوستان. و اینچنین پرودیوسری شهلا جان عزیز دلی دیده ما، دولتبک عزیز دلی دیده نیست. خوش آمدن، نور دیده تاج بر سر. از دیدارتان بسیار شاد هستیم. خب نوگانی ها، دستاورد ها باز هم در طول یک سال خیلی فکر میکنم که زیاد است. شهلای جون صدا بسیار از ترانه های زیبای دلچین بود. خیلی ده بود که در ایجادات شما یک روحی دیگر، یک چی میگوید استیلی دیگر، سبک اسلوبی دیگر بود و به فکرم از دیگر کلیپ ها فرق میکرد. بله، تشکر زیاد. اولا سلام و درود به شنوندگان رادیو و به مخلصان عزیز. بله، سرود خیلی تغییرات های نو به من آورد، چون که ما فکر کرده برآمدیم اکو ما سرودای خودمون که داشتیم، ایجادیات خودمون داشتیم، خیلی دیدیم که آدمان نغز میبینند که از دیگر سراینده ما سرایم. این سرود راستی گپ یک سراینده ایران است، مجید رضوی. سرود به من پسند آمد، چون که امان ضربی سرود خیلی خوبتر بود. ما همراه دولتبک صحبت کردیم، شعرش را این باشد توجیکی کرد و مؤلف شعر دولتبک و جناببک می باشند. بهترین. بعد اون را سراییدیم، اکو باوری نداشتیم که تا این درجه مخلصانی زیاد پیدا میکند، اما خرسان شدیم بهترین شنوندگان پیدا کرد تا به حضور آن. بسیاری گفته ایستادن که حتی از مؤلف خود سرود هم زور برآمده است. بله، من اهمیت دادم، لیکن خیلی سراینده خودش بهتر سراییده است. اکو چیزی که از مولی کسی دیگر است، او را ما نمیتوانیم که بالاتر خوانیم. اما خیلی خرسند شدم که سرودی ما در مدت کوتاه قریب 1.5 میلیون پرسماتر گرفت. بله، در حقیقت. و شوخ و جذاب هم هست. کس همه خیلی عادیشته نمیتواند، باید رقص کند و کمتر زنده گوش میکنیم. من لیکن همه خدار تلافظ هایش مشکل که هرچند تلافظ کنم که نشد. نمیدونم شما چی از خود کردید و متن رو. مشکل است. من فکر میکنم که اگر آدمانی که هنرمند هستند آنها میفهمند که ما چند قدر زحمت کشیدیم، چون که سرودی مشکل بود، خواندنش آسان نیست. به نهایت من نتوانستم شخصا، اما خیلی متنش دشوار، مشکل دارد. باز لهجه شیوه تماما. خب کمتر گوش میکنیم انشاءالله. خب شده است. صدای مرا گوش کن، عشق تو به دلم جا جا جا. وقتی بگم مالکه که رد بزنم، بگو تو لالا کاری کردی با من، یه شهر نمیتونن با من بمون، نرو اصلا نمیتونم. کاش که یک بول هوس به من نشوی تو، غیر تو دیگر ازش نمیخونم. ای بابا چقدر زیبا شهلای جون صدام کردی، ای خدا دلم چرا دایم زی و خواتیری. ای بابا چقدر زیبا شهلای جون صدام کردی، ای خدا دلم چرا دایم زی و خواتیری. زنده باشد در خط، صدایتان خسته نباشد. بهترین شهلای جون زنده باشد. خب دولتبک، آشنایی با شهلا کی پیدا شد؟ چخیل امروز همکاری ها رو برامون دهید؟ تشکر زیاد، بسیار سوال خوب. ما با شهلا در یک دهه کلان شدیم، در یک مکتب خوندیم. یعنی از کودکیش میشناسیم؟ از کودکیش میشناسیم، بله. و در همون خوردی وقتی که شهلا برآمدها میکرد در مکتب، ما مثل شهلا همیشه چرابینی ها رو میگذراندیم، همیشه اعضای کروژاک های مکتب بودیم، در چرابینی های ناحیوی اشتراک میکردیم. و نخستین باره که شهلا سرود خواند، من از همونجا گفتم که این آینده خوب دارد، چون که در مکتب بسیار نفرها است که در اعضای کروژاک ها اشتراک میکنند، سرود میخوانند، لیکن صدایی که شهلا نخستین بار با سرود نگینه امانقل و در مکتب برآمد کرد، بسیار به من معقول شد. و از همان دوره همکاری را آغاز کرد. همکاری یعنی یک جای چرابینی ها گذراندیم، بعد وقتی که شهری دوشنبه اومدیم همکاری کردیم
خلاصه شعلو رو از خوردی میشناسم و تا حاضر یعنی ما هم دوست، هم کسب، هم شهر، هم دهه، همسایه هستیم. بهتره. خاراکترن چه خیلی دخترک هستن شعلو. من با بسیاری سرآینده ها همکاری دارم از روزی که یعنی خودم درک کردم که ایجادکارم هستم، شعرم میتونم نویسم. من زیاد ایجاد نمیکنم، لیکن همون که وقتی که شوق و هوس بیاید حتی به این چیزا معرفی نشدم. بله، لیکن شعلو توانست که شعرهای مرا معرفی کند، چون یک پیشنهاد کردیم که یک سرودی مرا خواند، دیدیم که در حقیقت میتونستم. شعلو چی رفتارش به من پسند است، میخوام همیشه همکاری کرده باشم، چون هستن نفرانی که همکاری میکنند، مقصد در روی انسان خوب مناسبت میکنن، از پشت دیگر هستن. این بسیار در شو بیزنس دیده میشه، لیکن شعلو نفری است که اگر خفه کند در رویت خفه میکند، چیزی دیگر در رویت میگه، مردانه‌وار دوستی میکند. تا زیاد نفران بود که میخواستن دوستی ما رو برهم تیان، سخنای زیاد میگفتن، شاید از من به او، از او به من، لیکن همه درک کرد که هر چیزی که میگویند این نمیتواند که دوستی ما رو کنده باشد، چون تا حال ما دوست هستیم. بعد این همسایه باشید، اگر این صدای شعلو میرسه تو خانه شما، یک سرود میخونن در حوالی بر اومده در بالا درخت هست، نمیدونم. این در پایان دهات بود و خانه ما در بالای دهات، لیکن بسیار وقتا میشد که یک لحظه بسیار خوبه بود که شعلو در خانه نزد مکتب برآمد میکردن، حالا هیچ کس معرفی نشده بود. ما در درس نشسته همه درس میخوندیم، یک صدا برآمد، اما وقت سرودی در آغوش من از نگینه خدا معرفی بود. همه مکتب درس و پرتفته خانه همسایه رفتن، نگینه خدا آمده است. میرویم میبینیم شعلو خونده ایستاده است. من گفتم من نگفتم که شعلو میتواند که اودیتوری خود را داشته باشد. واقعا هم در ناحیه معرفی بود، چون خوردم بود، به همه مشکلی ها نگاه نمیکرد، در همه چرابینی ها برآمد میکرد، زنده میخوند. این چیز باعث شده است که امروز از یگان چیز ترس ندارد. مقصد سراینده اصیل همونی است که نه تنها با فناگرام، امروز زیاد سراینده ها تنها فناگرام رو از خفایش میروند. هستن زیاد سراینده هایی که باز در توی معرکه ها ترس دارن از برآمد، لیکن با شعلو وقتی که توی میرویم 3 ساعت پورا در معرکه ها چقدری که باشد میتواند که به ترس زنده گذراند. از همین خاطر همکاری بسیار خوب است با شعلو و میخوام همیشه همکاری کرده باشم، چون هم دوستی خوب است، هم صنعتکاری اصیل است. اگر اصیل نمیبود تا به اینجا نمیرسید. درست، در حقیقت ماست استعداد، مهارت، جسارت و نوترسی و دلیری همین دخترک عزیز دلی دیده ما شعلو بانو حفیظ و بود که او تو با پایتخت اومد از کنج یک دوردستترین دهات و هزاران مخلصان رو باز هم قلب دلی دیدهش رو شاد گرداننده توانست. خب چون با صنعت آشنایی داشتید و با صنعت سر و کار داشتید، اهل عائله شما چی میگفتند شعلو؟ راستی ما ای خوردی عالی مکتب نمیخوندم، نغز میدیدم سرود خوندنه. وقتی که صنف یک رفتم ایدی الف باشید، همونجا سرود ایدی الف با دارم یادم رفتگی یکمی سرودی خواندگیم در مکتب هموی. بعد هم خیلی اکد خونگی مرا میخوندم در خونم، فقط بای میگفتم ما جیانم همشه گوارش نمیجنبوندم، سرود میخوندم. یک اکو آینده انسان خودش نمیدونه، خداوند خودش میدونه که او چی میشوه. بعدا صنف 4 بدم که همین دیلم ده چوتا کم همین هر خیلی گپ میزنم، راستی گپ همین خیلی برجوش آورد. ما گفتم که چه خوبه خیلی سرود خوندن، نغز آرام میشوه آدم. شاید دختر بازی میکردیم، اگر فهمیده باشین در مکتب دخترها در وقتی تربیت جسمانی هم خیلی ما را معلم ها نمیموندن قطعی پسرها وای کنیم، میگفتن شما خیلی کار دختری تا نکنیم. همونجا در باید سرود خونیم، توی میشید که دخترها میکردیم، ما سرود میخوندیم توی بازی. هم خیلی در دیل من همین چیز زنده شدن گرفت. بعد صنف 5 بود آزمونا میشید در ناحیه‌مون برای علی مادر، برای همه چی میرفتم اشتراک میکردم. آواز اطلاعیش 2 بار خودم سنجیدم، گذاشتم ماهی دور یکم. نکی دوم راستی گپ ما که برادر نداشتم، پدرم در مسکو بود، قین بود راستی گپ ما در مشکل بود آمدم به اینجا. از جهتی مبلغ؟ از جهتی هم مبلغ، هم از جهتی یک سرپرستی باشد که من دختری قشلاق برای من آمده اینجا مشکله.
مشق کنید و اوهام مرا کی میبره کی میاره. بله همین چیز مشکل بود، به همین خاطر نمی اومدم. بعد خیلی زیق میشدم، گریه میکردم. همه خیلی هم دل شکسته نشدم. من خیلی میگفتم من معلمه زبان ادبیات میشم، چون نغز میدیدم این چیزا. اگه میگفتم که در ناحیه ما برآمدن مشکله، همه بر ضد ما میشوند، مثلا گپای بد میزنن. خلاص سرود امروز که ساقی چمن نرگس، من سرود شادروان عبدالله نظیری را من خواندم، در همو لب دریا خواندم. من باور نداشتم که میبرم. مرا اکای رستم میگن کارگردانی همین تلویزیون تاجیکستان به تازی نمیدونم در کدام ساحه کار میکنن. همو اکا در کودکی مرا دیگه بود، صنفی هم 5 دیگه بود، صنفی 8 دیده میان مرا کفته باید همون دختره که همو بیا میگن میان همو سرود به نوار میگیرن. در مدت 1 سال سرود پهن میشود. محترم جناب عالی را تماشا میکند. من سپاسگزارم محترم جناب عالی که ما کادرایی که خوب هستیم در آن کنجهای دهات ها ما را استعداد هست اما چیزی نیست که ما را برداره. بله همه خیلی دستگیری میکنن. محترم جناب عالی میفهمد، صنعت درک میکند، میخواهد که همین سراینده اصیل باشند. همین چیز هنری حقیقتا هنری تاجیکی خودمان، همین سرود خلقی خودمان ما باید اولا پیشنهاد کنیم. بعدا پیشنهاد کردن آوردن مرا سرود خواندم. بعد همون وقتی که به شما یکمی بار همین خبر رساندن که پیشوای ملت شما رو دعوت دارن باید شما در یک چهاربینی برآمد کنید، چی احساسات داشت شما اون وقت؟ ما راستی گپ خیلی حیران شدم. گفتم اکن نخو، گفتم در تاجیکستانی کلام، گفتم خیلی پشتوانبر دولت مقصد هم خیلی مورد دیده باشن که مرا هیچ که نمیشناسه، ولی همون یا تلویزیون دا میره نوارم. خلصان چیدم دیدم گفتم که من انیق میشم، نه که خانگی هم کم اول میفتن خیلی مشکل نمیموندن، نه که دیلم گفت که میشه. وقتی مرا آوردن سرود امروز که ساقی را ای سرود آوازی کودکی بود و با سرود آوازی همون کلانیم و ثبت کردیم. باوری نداشتم که قطعی من صحبت میکنم روزی گپ تا روزی همون کنسرت برگزار شدن، روزی میلیسیا بود. وقتی که من برآمد کردم آخری کنسرت شد، 2 نامر بعد با جنبست میشید کنسرت. مرا آمدن گفتن که تیار شو باید صحبت کنی. من وقتی کم دارم. من رفتم دوتار نواز، گفتم من دوتار نواختن نمیتونم. گفتن خیلی صبرینه میرزا ایراغون است که دخترکای قدیما میخونن، هنری خوب داره. و رفتم تو می نوازی میخونن. وقتی که سرود خواندم گفت 4 مصرعش زنده بخوان خواندم. وقتی صحبت کردم با من یک فخره، یک حسیات خوب به آدم میاد که وقتی رابر دولت با صحبت میکنه و بهای بلند بله از بین همه مقصد که در همه جه هستن آدمانی که خیلی شرایط ندارن. من در غرم بودم، در یک دهات بودم، یکی خداوند که در نصیبم بود همون چی سبب شد مرا آوردن پیشنهاد کردن. مشکرانه میکنم. شما کدای زوده گیره ما همه سرود رو خونید مرامت. خوب شده امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، امروز که ساقی چمن نرگسی مست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، بلبل شده گوینده و گل دایره دست است، بر خاک شکر بندد این طرفک شبها، بر خاک شکر بندد این طرفک شبها، خون بر می جمع از شکری لعل تو بست است، خون بر می جمع از شکری لعل تو بست است. واقعا خیلی جذاب. شهلا صدایتان خسته نباشد. شهلا بانو باری دیگر خوش آمدید به استودیو از پلیوس. از دیدارتان بسیار شاد هستیم و در حقیقت با گذشت وقت مرحله ها انسان انکشاف می‌یابد، فکر و نظر و دید او دیگرگونه می‌شود، اندیشه هایش نسبت حیات زندگی آدمان دیگرگونه تغییر می‌یابد و همین تغییرات ها در حیات شما نوبت به نوبت شده ایستاده است. و یک خوشخبری مخصوص در حیات شما همین سالا برای کلی مخلصان نظام بود که شما صاحب یک اویله خوشبخت شده اید. خب
با دام اپرا چه خیلی شناس شدید شما؟ تشکر زیاد. راستی ما پیش صحبت میکردیم، صحبتی بسیار نه، فقط سلام علیک، لیکن اکو نغز نمیدیدیم ما راستی کرد. بعدا ما وقتی که طولی یک ماه که قدر صحبتی خیلی نزدیکتر کردیم، خیلی گوید که راستی خاراکتری یا دیگر آموختم، نه، ما بعدی توی یک دیگر آموخته ایستادیم، حالا خوشرو نه آموختگیم. اون کس فقط شما رو در اینستاگرام دیدگی هستن؟ نه، آنها مرا از نزدیک دیدن، اما من او را از نزدیک دیدگی نبودم. شما رو خوب ولی میدونم. دور مرا بله دیدگی بود. راستی گپ میخواست که من قطعی یگانجا وای کنم صحبت کنم. راستی گپ من چون که کنسرت ها بود، بعدا من میترسیدم. من گفتم که اکا من سراینده ام بچه در چیزی ما تو نمیگیرم. من سراینده ام. گفتم آخه ما چه بشینیم. گفتم من سراینده ام، مرحمت اگر که سرودخوانی تام بفوره خیلی بگم من یا سرود میخوام، لیکن من گفتم بیام قطعش ما صحبت کنم. گفتم من نمیتونم، گفتم اصلا وجدانی من نمیبرداره. خلاصه خاراکتر مرا دید، پیسندش آمد. بعدا میسی مردک برای این گفت که خیلی من میخوام تا بگیرم. امی پدر تا نمره‌اش بده مدرک. گفتم که خیلی دادم بشناختن و وای بودن که نمره‌اش نداشتم. بعدا دادم. من باور نداشتم که اکای کار به این درجه میرسه ما میگیریم. خیلی باور نداشتم. وقتی که صحبت کردم خانگی راضی شد دیگه. من وای کردم خیلی حاضر باشد نقص میبینم، حاضر باشد احترامش میکنم. این خیلی فکر میکنم من توصیه میتونم به جوانا که پیشکی شناس نشوه، پیشکی شناس نشوه. بعد که ایمول یک دیگر میشون، او وقت با جالبتره خاراکتر یک دیگر آموختن، جالبتره که در او چی معقوله، کدام خاراکتری ما معقولش میشود، در کدام قرش میکنه، می آموزی شیرین میگذره حیات. لیکن وقتی که پیش قطعش صحبت میکنی، گام میزنی، فکر میکنم جالب نیست. فکر میکنم که پس یعنی از شما رو در راه سند به ما دستگیری کرده ایستادن؟ بله، آنها زیاد نیستن، دستگیری میکنن. قصور خوشتومان هم هستن؟ متاسفانه قصور نیست، خوشتومان هست. بهترین. بله، انسان های خوبند، دستگیری میکنه. از شما در خاندان آنها زندگی کرده ایستاده؟ نه، راستی گپ آنها همشان خارج کشور هستند. چند وقت با آنها بودید؟ بله، من رفتم مدتی 2 ماه با آنها بودم، با آمدم. اونجا زیخ شده چی؟ من زیخ شدم راستی گپ. برای چی صنعت هم نه و برای همین نمیدونم. اولا می رفتم یک هفته میسادم، نمیفهمیدم که غریبم. وقتی که رفتم مادر ما یاد کردم، پدر ما یاد کردم. راستی گپ طعام های جرا در اونجا میکنی سرانو مزه جر نمیتیه، امو خوراک هم میپختیم نمیشید. های گفتم با برام که اتنی خودم برام اینجا در نفس کشیم خوبتره. خیلی میگم که اینجا که زیباست ولی خاک وطن نیست. همون خیلی شده شما بگشتیم. های خوب مهم دائما دلها محبت رو احساس کرده می‌ایستد. بله، ما فکر میکنم که اگر دختر وقتی که برای شوهر تیار میشه باید شوهر کنه مقصد چیزی خوبه، حسیاتی خوبه، اونجا دیگر فکرای به جا نمیکنی. چقدر وقتی که پیش شوهر کردن پسرها بسیارش فیره میکنن، احترام دادن میکنن، لیکن وقتی که شوهر میکنی همه احترامت میکنه. بعد زندگی با خوبتر میشه و با برکت زندگی دیگه خیر میشه. چون که خداوند فکر میکنه که برکت خودش ای جانب الله میشه و چیزی که حلال هست، چیزی که ای هموی مولی تایو پدر و مادر هم فکر نمیکنن که با فرزند ما در جای دیرشان پرای که در پیش شوهر شد. بهترین معجزه ها در حیاتش ما زیاد شده است راست دیگه. اون داچ نمیگن که همه آدم شما. بهترین. خب بیاید یک ترانه مخصوص رو برای همسر حیاتی خود ببخشید این لحظه با صدای زنده. شاید ما رو تماشا میکنه. حتی هم پدر بخونه یا زیبا شوهر. نه، اکنون این باز دیگرگونه برای جشن یک تحفه خوب میشود. صبر دیدار تو پایم ببرد تا لب گور، آن جهان را چی کنم نقش جهانی من و تو.
صبر دیدار تو پایم ببره تا لب گور آن جهان را چی کنم نق جهانی من و تو آن جهان را چی کنم نق جهانی من و تو. این سرود بسیار نغز میبینه. راستی که وقتی که در ماشین میرفتم شما من بودید اون کس تو ما شدیتون من تو بود ما شدیم. سرودی پیسانیدهش هست بسیار نغز میبینه. بسیار وقت ویدیوی زنگ میدم میگم سرود بخوام مخقول شده گه بین سرودا ما گفتم باشم مخقول چرا خیلی خوشبخت ترین آدم هستید که اینقدر آدم میفهمیدگی با وقتتون. بله خیلی از داموتورا شما شهلوی ما رو دویما احتیاط کنید، همیشه عزیز نگاه دارید. دختره که صافتیل است، پاکتینت است، مهربان است و ببینید که چقدر برای شما عشق دارد، محبت دارد. بگذار این محبتتان جاودانی باشد. من همین رو تمنا میکنم یکدیگر فهمی پایه استواری اویلای شمایان باشد. خوشبختی میخوایم. خب بعداً شهلو در کارهای خانه‌داری اویلاداری چگونه شد؟ بعداً در کارهای خانه پخت و پز و دیگر چه خیلی هستید؟ سوالی خوب داده. ما راستی گفت همین کلی ناف شد چه خیلی من کلی ناف کنه چی میپزه چی میکنه چی کار میکنه میخوام نگاه کردم اسنا کو یکم روز دوم روز میخوام چه شد میخوام راستی گفت ما در غرم که بودیم در دهات که بودیم ما ای خوردی پدر و مادر ما راستی دستی خوب دارند ما را ای همو خوردی بعد صنف یکی کوشش میکنن که ما یاد گیریم خوراک پذیر. با آشخانه جلب میکنن. بله ما ای خورده راستی گپ در همه تا سینمی 23 سالگی شکرانه الله که ما هیچگاه کمبودی ندیدم از جهت خودم به خاطر که ما چیزی که خودم بفوره بخورم او را میتونم تیار کرده برای خودم. ما کار میکردیم ما حوالی را پوبل میگم پیبال میکردیم علف میچیندیم میشنوندیم کار غیر گاو همین چیزا ما نداشتیم. در اویل شما پسر نبودن؟ نه ما یک تا دو درشه دارم 4 ساله شد اکا نداشتم لیکن ما گاوی خیلی چیزا نداشتیم فقط همین خانه مونده نهال چیزا داریم زمین داریم. بله زمین داریم خانه میرفتیم 5 دقیقه که بودیم اکا 3 دقیقه کلانتر بودیم بنابراین کارهای خانه تقسیم بدم. شما چندمی شما؟ من 3 دختر هستم در خانه. 3 دختر است 3 شما یعنی ارکچه شما؟ بله بله من 3 دخترم. من راستی گپ ارکه نبودم من حاضرم ارکه نیستم من خودم در خودم ارکه‌ام. من نمیخوام یک کسی را غم بدم. من چیزی که خودم در مقبوله کوشش میکنم که خودم همون چیزا برای خودم بکنم. چیزی که مقبول من نمیگم پدر مادر همون چی مقبول شد یا اینکه یگان کسی که طلب کنم. دولت بگ میدونن رفیق مایی در یک جا خوندگیم بهترین انسانه لیکن تو با حاضر دیگه که نازک هستم دختر نازک هم که خاراکترم نگه بچه های میبینم بسیار وقت همه را میقبه که خیلی رسات زیاد نکه لیکن من مثلا رسات نمیرم که دنیا را بگیرم لیکن چیزی که باید مخقول مای همون چیزا بخدم خودم تیار میکنم. در خانه ما نبودم ارکه در خانه ما همین دو درچمون ارکه به خاطر یک پسر در خانه ما کنوز یورا ما میبرداریم همین همه پدر یگانه است همون ارکه در خانه ما لیکن پخت و پز من نمیترسم. من خیلی که دست آینده بودنم ای خودم ترس ندارم در پخت و پزی خونه رم در امو کاری خونه رم ترس ندارم. اگه کاری خونه نمیکردم در قشلاق میکردم لیکن حاضی در همین حاضی وقت من راستی گپ کاری خانه نمیکنم برای که کار قطعی. لیکن برای شما این چیز مشکل نیست. بله ناز ببینم تازگی ناز ببینم خوراکای طعم بسیار بامزه خوردگی میدونن ان شاء الله شما را میخره برای که میگه ندیدم بسیار دوام میگه ندیدم دعوت میکنم ان شاء الله که دعوت رفتن در کار من نشون دادن در کار که شهلا حافظ چه خوراک میپزن چه زندگی دارن نشون دادن در کار. خب همین سراینده ها رو حالا شما گفتید که بسیار میخوام که با صنعت و با آواز و با این چیزا آمدین لیکن یکم درجه و چند تا کودک دارد و شوهرش خونش خیلی ریمونت خونش خیلی باشه. من این چیزا را راستی گپ ناز نمیبینم. خیلی میخوام من بیشتر میخوام در طبیعت خوراک پزم. من همین تلفن در اینستاگرام در هیچی نمیفره فقط می نمیدونم خارجی ها هستن در لب یگان برف یا که دریا در بالای سنگ یگان چی میپزم او رو میبینم حواس میکنه خیلی حواس میکنه. اگه که گرم میشه و با همین سرطانیامون زیاد میشه ما وقت نمیایم. من راستی گپ رنگی نمیدونم که
ممکن من توقع خیلی نباشم، من برای خودم راحت کنی نمیرم. مثلا یگان ناحیه میروند آدم ها یا که بهارستان میروند، من همین چیزا نکردم برای خودم. انشالله که اگر شوهر کردیم ممکن شیرین‌تر باشه. بعد میکنیم، بعد همون طبیعت شما رو هم دعوت میکنیم در یگان طبیعت هم. بله یگان چیزی خوب توی میکنیم. خب مهمتر است، من بسیار خرسند شدم که شما انا همین یک گپ و کالوچه هایی که میشود، یک گپ های اوده که پسی منیتور استاده گپ میزند شما اعتبار نمیدید. این البته خوب است، این پیش از من همین پرینسیپی کاری بسیار خوب است. خب حاضر پدر و مادرتون در غرم هستند؟ نه، پدر و مادرم در همین شهر هستن. بله آمدن. نزد شما؟ بله ما یک هفته پیش که گفتم که شما 3 روز پیش ما بیاین خانه که ما یاد کردم مثلا نان غرم گردچه آچم تیار کرده آور. بله آمدم با خودی دوست داشتم. من گفتم که ما گفتم مقصد وای موزدش کشیده دیگه در ترک میرسیم، سحر کچی میرسیم عبیده. من هم خیلی خراب کناز میگم مادر چی خیلی فکر میکنم که در دنیا جز مادر کسی فرزندش درد نمیکنه. من او را زنگ نزنم یک سلامتی بچه زنگ میزنه سازی میفهمه همین دلش گواهی میتیه. زیغ شیدم راسیگه برای مادرمشان. بید برای آچه جانتان یک سرود خونید. خوب شده. کنه مرحمت. مادر را یادت کنم بندی جگر می سوزده، دل بست غم جان بست سوزی دیگر می سوزده. مادر را یادت کنم بندی جگر می سوزده، دل بست غم جان بست سوزی دیگر می سوزده. دل بست غم جان بست سوزی دیگر می سوزده. بهترین زنده باشن مادرها پدرها به یا زندگی و والدینش ما خوشبخت‌ترین پدر مادر هستن که شما رو دارن پیش از همه. بهترین عمرشون دراز کنه یا دائما با وقت شما در امان باشن. بله سلامت باشید. خب دولتبک شما پیش از همه همچون نفری که با ادبیات پیوندی زیاد دارید با متن‌هایی که شهلا انتخاب میکند و من میسراید. خب چگونه نظر دارید و من چگونه باهم میدید؟ خودی دخترک چه متن‌ها رو قبول کرده میتواند برای خودش همچون سرود؟ تشکر زیاد. وقتی که همین متن‌ها رو پیشنهاد شهلا میکنم، اصلا با بسیاری سراینده‌ها که همکاری دارم اونها درخواست شعر میکنند. باید همین یک چیز را دانند سراینده‌ها که وقتی که همون ایجادکار شعر رو خودش پیشنهاد میکند اون چیز میبراید، چون که وقتی که ما شوقی خودمون میآید و ایجاد میکنیم اون شعر اصیل است. لیکن من هر شعری که ایجاد میکنم سرآغاز به شهلا روان میکنم و شهلا همونه که میدونم که با دل شهلا است و با همون سبک و اسلوب شهلا است و همون رو که میخواد انتخاب میکند، چون که همون شعر خودم رو من بیشتر از خودم میخوام که در سراینده بینم چه خیلی میسراید. کیفیت و راحت شعر در همین است. حتی لحظه‌ای میشود که زیاد همین خیلی مونده میشوی، یک چیز باری وزنی است. وقتی شعر رو ایجاد میکنی همون سبکی میشود، همون شعر از دل میبرد. همین شعرهایی که شهلا حاضر میخواند شعرهایی هستند که یعنی در لحظه های میخواسته دل خودم ایجاد کردم و آنها معرفی میشوند. زیاد نفران وقتی درخواست میکنند باید همون پیشنهادایی که شاعران پیشنهاد میکنند و ایجادکاران باید همون رو قبول کنند، چون که او از صدق است. وقتی که طلب میکنند که در فلان موضوع شعر نویس، تو نمیتونی اون چیزی رو که در لحظه در کاری خود میخوای نویسی اون چیز نیست. همین سرودای شهلا میخیر است. سرودی مثلا تپش دل که اینقدر معرفی شد یا که دیگرش، این سرودها در لحظه های ایجاد شدن که خودم درد داشتم. بله همون درد رو معرفی کردیم و شهلا دید، پسند کرد و البته که پسند از خواندن شهلا برای من، چون چیز رو از درونش میسراید و یک سبک و اسلوب خودش رو دارد. امروز زیادی سراینده ها تقلید میکنن با دیگر سراینده ها تا که معرفی شوند. این چیز معرفی نمیشد. این مدتی هست میگویند که بله مثلا فلان سراینده مثل دیگر میسراید میشناسند، لیکن این چیز گم میشود. هر کس باید یک چیز خود را داشته باشد. صدای شهلا یک کشش خود را دارد، یک سبک خود را دارد که تقلید نمیکند و در حال پیشنهاد میکنم، پسند میکند، معرفی میشوند. بهترین در حقیقت راست گفتید. شهلا همه خیال شد که ممکن است که در دوران مکتبی در چورابینی ها سرودهای زیادی از هوس کرده میخونیم که باشد، لیکن همین شهلا در میدان صنعت تاجیک، در استراد تاجیک و من شو بیزنس
با سبک اسلوب خودش اومد، با صدای خودش اومد. مثال من صدا رو گوش میکنی به هیچ کس مانع نمیکنی، همون صدای شهلا در حقیقت اگر سرودی کسی دیگر رو خواند یک لرزش و لپیچ صدای خود را دارد که درک میکنه، تقلید نمیکند. این چیز اما نفرایی که این همین سبک اصیل خود را دارن موفق میشن، خواهی نخواهی صدایش رو میشنوی در هر کجایی که باشی. از همین لحاظ شهلا بیشتر همون سرودایی را انتخاب میکند که من در لحظه های شوق خودم ایجاد میکنم. همون سرودا رو دوستی نزدیکم که هست، همون سرودا رو سرآغاز با او پیشنهاد میکنم. این همکاری خیلی خوب از دیگر فهمی خیلی استوار. و بعدا در شهلا همه خیلی چیز هست که مثال همون یک عباره از یک کلمه باشد، همین کلمه هم خیلی روان عادی نمیخونه. مثال باید ناله کرده خود همون لپیش صدایش لرزشش دیگر میبره، همون یک ناله های عجیب دارد. خب بیت شهلا شما رو میسنجیم همراه شنونده ها. خب از هر ژانری که هست، از هر رویه هایی که هست در عمان در علوم صنعت کم 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 میخونه. ماله شش مخون. ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من، مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جانی من، مرده بودم زنده‌ام کردی بیا ای جانی من. استرادا دل از دنیا بیگانگی آموخته، دل رنج و جفا دیوانگی آموخته، دل رنج و جفا دیوانگی آموخته دل. فلک 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 چیزی در دانشگاه یک فلک خوندم مخلوق بود. خیلی سرودی چرخ و فلک را خوندم. نه سرودی ای رفیقان من چه سازم این دلی دیوانه را، دای دردم رددم کی توان زنجیر کردن شهپری پروانه را، لم دردم کی توان زنجیر کردن شهپری پروانه را، لای. این سروده یادی معلمم حیات مومین و افتادم به نیوت معلمای خوبه. این سروده ما در دانشگاه قریب که هر روز میسراییدیم، جهتی که نغز میدیدیم همون کورساکتی. سرودهای خلقی که برای عروس و داماد و دیگر تویانه به قول تویانه میخونید از همان ها؟ برای تویانه میخونم. شما زیاد دارید. بله جامش سری کیت بچه خریداری منای ای شوخ و بلا بچه تاقی به سرش مونده، گرفتاری منای ای شوخ و بلا بچه تاقی به سرش مونده، گرفتاری منای ای شوخ و بلا بچه. این بعد ای زمین بگیرش بهترین در حقیقت شهلا سوپر اکادمی یک تخونه نه کدام سرود بود؟ خانه ما آنقدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. یا که این سرودی چی؟ این قدر زیباست قشلاق شما، سیقلی دل هاست قشلاق شما، سیقلی دل هاست. آپرا گیرم قشلاق شما. آفرین شهلا سوپر. رپ خانه میتونه؟ بله رگی ما میتونم خونه لیکن بابا رو رپ به شکل رپ خونه. یکون سرودی خودتون رو
ای دیگه کسان باشم میشم. خب من 4 نیستم، میخوام با مخلصان اگه رفریسیده اوهی دلی مرت آزیت نمیدانی، آزیت در کجایی آی مرا نمیفهمی، بدانم مدازاری سیری دلتا نمیگوی، بدانم به قراریت مدر رحمه نداری، شباده تای باران رفتی سماهیسته، فکر خیالم تدایست نمیکنم درده، نگاه که گولی من میخوانم مبرم، هر یک میسه شری ما برای تمدم. بهترین شهلا سپر سلامت باشه. در ادامه ایجاد باز هم فعالیت برار موفقیت هم میکنیم. من بسیار خرسند هستم و فکر میکنم که مخلصان هم البته این رو درک کردن که شما دیگر رو دستگیری میکنید و خوشبختانه هستید که دولت بیک عزیز همراه شما هستن و من در راه ایجاد همچون ایجادکار، همچون یک نفری که راه بالدی میکنن، همچون برادر برای شما در همه حالت کمک رسان هستن. بله، من میگویم که بهترین انسان هستند. راستی هیچ وقت فکرای من درباره دولت بیک دیگرگون نشده است. چقدر آدم‌ها دوست میشن یا رفیق میشن یا همکار میشن، در دلشون چیزای بد میگذره یا که وایشون میگن. من ها شناسای بسیار داشتم، دوستای بسیار داشتم، لیکن همش رفت. رنگی چی گویم رفت. امی جا گرد میشوه، پوف میکنی، توزه میشوه، امی خیلی رفت همه چی. چون که او حقیقتا دوستی من نبودن. دولت بیک هم باسوادای، هم پسر خوبای، هم مرا درک میکنه. راستی گپ نازم همه برداره رنگی فرزند پدر شدگیه. بله چنان نزدیک چه گم مثل برادر و خواهر هستیم. دردش را احساس میکنم، مشکلی هاش در شو بیزنس، در فعالیت لحظه‌ای میشود که یک نفهمی ها بعضی میشود، لیکن ما با اون درجه نشده است که حتی خواهر کردن. بله، این چیز نیست. بعد چیش من نقض میبینم که سروداش فکر میکنم اگه ای جهتی من سراینده بودن میفهمم که سرود ما انتخاب میکنیم. هست آدم ها سرود میخوانن که معنا ندارن، پروسه رقصیه یا که یکان خیلی آدم وای میکنه. لیکن این میگم که با فیلم لغت در وقتش یک معلم داشتیم، خدا جوش جنت گردونه. ما را بسیار لغت میپرسید، زبان ادبیات. ما فقط لغت در روز باید 40 لغت در هر درسش ما از یاد میکردیم. شعراش مونن با کلاسیک اهمیت دادنش ما خیلی با ادبونه. شعراش خیلی بسیار تا چیزای ادبی استفاده برده میشه، کوچگی را استفاده نمیبره. خیلی شعر کوچگی نمیکنه، هموش خوبه. بعد راستی گپ میگن که مثلا آدمی بیگانه دوست شدن نمیتونه، برادر شدن نمیتونه. این گپ دروغه. هر کس ای دل نیت خودش وابستگی داره. خداوند وای اگر که تو برای شیطان برای در بین شیطان بدانه که تو حاضر من نسبت همین انسان فکری بد کردگی نیستم، در فکری بدیش هم نیستم. من کوشش میکنم که خیلی ای دست من فقط شعرش خوندن میه به همین پیشنهاد میکنم او را. من تا چند خیلی میتونم مثلا هستم در برشان شعرشون هم میخونم. مهم که سوادشون زیادت بسیار خوبه، احترام میکنم. بعد اکو همیشه کم وای کردم گپ بسیار راستی ارزنده. بله ارزنده. بگذارن همین مهر و محبت و لخچه آتشی وفاداری که در بینتون هست خاموش نگردد و دائما شهلای عزیز دل دیده های خلق بماند. و شما رو ما سنه 21 دکبر در میدانی ترانه میوزیک اوارد که نمینانتی اساسی اون شما هستید دعوت می‌نمایم و باور دارم که جایزه طلایی ما برای شما پسند میآید. ان شاء الله. بعد به مخلصا گفتنی هستم که سرودای نو هست در سال نو پیشنهاد میکنیم. ان شاء الله که مقبول میشم. با میسی انتظار میمونیم. بله انتظار باشید. بهترین. موفق باشید دوستان. با ازیا پلیوس بمانید، خسته نباشید. با ما بودن شهلا حفیظ و هنرمند خوش صدای تاجیک و دولت بیک عزیز که پیوسته با شهلا همکاری دارند و برای پیشبرد صنعت اینگل دختری ما خدمت‌های بزرگ کرده ایستادند. باقی شاد و پیروز بمانید. برنامه پرواز همینجا به انجام میرسد. فردا نیز همراه با ما باشید.